این مراسم را هرچه میتوانید و هرچه میتوانیم باید پربارتر و معنویتر کنیم. معنا و مضمون این مراسم رو باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری برای این حرکت عظیم بنشینند، برنامه ریزی کنند. هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو می‌خواهیم. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید. ما باید به این بیاندیشیم، به این فکر کنیم. ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست. ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست.